پدرام به نظرم یه ذره توش کرد چون واسه یارو توضیح داد و یارو هول شد. چیکار کنیم آخر هفته رو بالاخره؟ بریم تو شهر پشتش میشه سوئیس. یه فانی داشته باشیم. چند تا عکسی رو باید امتحان کنیم اینجا. یه سورپرایز هم دارم واسه حساب میکنیم. بریم بیرون دهنشون رو سرویس کنم. سلام، خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از نیک و پدرام. من نیک هم شاید واسهتون سوال بشه پدرام کجاست؟ میاد. خلاصه بعد از یه هفته کاری خیلی سخت رسیدیم به این آخر هفته و واسهش خیلی ذوق دارم. برنامه اشغاله، برنامه ریلکسینگ، برنامه لذت بردنه. خلاصه به پدرام هم گفتم بیاد الانا باید برسه با هم تصمیم بگیریم این آخر هفته چیکار کنیم که بریم حسابی با هم بتره کنیم. ببین کی اومده؟ سلام، چطوری؟ خوبی؟ خوبی؟ قربونت. آقا سریع از هفته کاریت بگو. به نظر من کاری رابطه جنسیه که هیچ وقت نوبت تو نمیشه. نبود دیگه، ولش ما آخر هفته از چیکار به هفته کاری نداری اصلا. آینه من یه ذره جملات مثبت به خودت بگو، یه تراپی سبکی بکن. من نمیدونم شما هم تو آینه با خودتون صحبت میکنید یا نه، ولی من خیلی با خودم صحبت میکنم، به خودم امید و انگیزه میدم. پسر تو میتونی میگذره این روزا هم بالاخره. چیکار کنیم آخر هفته رو بالاخره؟ نمیدونم یه برنامه مشتی بچینیم. پلی استیشن بازی کنیم. پدرام از 5 سالگی هر ایده تفریحش با PS شروع میشده، فقط این عدد جلوش عوض شده از PS1 تا 5. تو فکر این بودم یه برنامه بالتری بریم بیرون یه ذره شهر بچرخیم. بذار دوربین رو بچینم با هم دو نفری بریم تصمیم بگیریم. خب اینم از دوربینو بالاخره. اینم از دوربین. چه غلطی کنی؟ قبلش یه ذره به بچه‌ها توضیح بدیم چیم الان شاید دفعه اولی باشه ما رو میبینن. خوشبختم من پدرام هستم، ایشون نیکه و این یه شو راجع به زندگی ما توی شهری به اسم لکو. من و پدرام الان چند سالیه با هم اینجا تو ایتالیا زندگی میکنیم. یه دوستی قدیمی اینجا داریم الان 10 سال. آره یه دوستی 10 ساله‌ای داریم ولی الان شمال ایتالیاییم. ما خب تهران زندگی میکردیم دیگه، تقریبا 6 ساله که مهاجرت کردیم اینجا و خدایی ویو خیلی خوبی داره. من عاشق این شهرم. شهر یه دریاچه‌ای داره وسط چند تا کوه و آلپ، واقعا به نظر خیلی خوشگله. ببین این سبزی کوه‌ها و آبی دریاچه اصلا فوق‌العاده است. الان اتفاقا خیلی قشنگ شده. آره. درخت‌ها سبز شدن. اصلا این کوههای سبزی که می‌بینی روحت تازه میشه. خدا بریم شهر رو آره، بگردیم. بریم شهر رو بگردیم. هوا خوبه الان. خوبه باحال. بعدش هم بریم یه غذا مشتی بزنیم. نی کلا شکم براش اولویت شماره 1. آقا یعنی اصلا هر چی این شکم باشه. واسه شما مهم نیست الان میرید بیرون. نه حالا آدم چی میخوره ولی تو واسه تو خب میرم حیاته. اکتیویتی انجام میدم بعد آخرش گوش نمیشی اون کارو تمام میکنه. معمولا تصمیم بر این که کجا غذا بخوریم از خود اون غذای بیشتر طول میکشه و چالش داره. آخه غذاها اینجا اصلا خیلی دلچسب نیستن. یعنی مثلا تو میخوای پیتزا بخوری، نون و پنیر و ربه، مثلا انواع پیتزا دارن خیر سرشون. آره بعد 20 نوع پیتزا، نون و پنیر و ربه، پنیره نوعش عوض میشه. ربش یه ادویه‌ای بهش اضافه میشه، پنیره نوعش عوض میشه. ببین ایران میری پیتزا میخوری یارو زندگیشو میریزه رو نون واسط. آره پول پیتزا ندارم، سیتم بوسه میارم، اگه او مهندسیمونم پی اچ دی میگیرم، آخ که عشق حلیله جادوی روزگاره. ولی سوشی وسوسه کننده است. به نظر من سوشی از بهشت اومده، یعنی خیلی خوبه. من اصلا هیچ وقت سیر نمیشم از سوشی. آره هر وقت میریم سوشی پدرام انقدر سوشی میخوره دلق میشه. ولی من سوشی از تازگی خوردم. برگر چی؟ برگر گرچه برگراش باز به ایران نمیرسه ولی باز خوبه. یه چند تا برگری خوب اینجا داریم. آره. یه دونه که هست مثلا وایب ایتالیایی داره، من خیلی حال نمی‌کنم باش. کلا برگرای ایتالیایی یه جوری نونش خشکه قشنگ به سقف تجاوز میشه. یه دونه هم از ایرلندیه. کلا من هر چیزی که ایتالیایی باشه اصلا خیلی علاقه ندارم. همون باریلندیه در نهایت. ببین انقدر صندلیاش بدن فکر کنم با فیزیوتراپی بغلش درصدی کار میکنه. ایرلندیه باز بهتره یه ذره. من دیدم همون اولا میگه ایرلندیه. آره یه ذره حداقل یه گوجه یه کاهویش میزنه بعد سس میاره.
خیلی مهمه. اینجا سس نمیارن واسه. ولی ایرلندی گارسوناش یه جوری هن. ولی اوکیه. هر وقت میریم اونجا سفارش بدیم میگیم برگر، گارسونش اصلاح هم میکنه میگه برگر. تو بالا بیف داری با گارسوناش نه؟ نمیدونم رفتارشون به نظرم نرمالی. ولی آره بریم تو شهر یه فانی داشته باشیم. یه سورپرایز هم دارم یه سورپرایزی واسه شون دارم. بریم بیرون دهنشون رو سرویس کنم. این سورپرایز داره من نگرانم اصلا. 4 ستونم یه میلرزه. سورپرایز هم دارم. بریم. البته 2 نفری حال نمیده از قبل واسه این روز من گفته بودم امیر محمد هم اونجا اینشه. حالا امیر محمد کیه؟ من اینجا چیکار میکنم اصلا؟ چی شد اصلا؟ امیر محمد دوست دبیرستان نیکه. آره امیر محمد بغل دستی دبیرستان منه و خیلی خاطرات دارک و بالی داریم از اون دوران. نیکم همکلاسی دبیرستانم بود و خاطرات خوبی داریم. دارک من یادم نمیاد. بله بریم. این میدونی که میبینید از شاعرای بزرگ شهر لکوه. آره تور واسه تون بذاریم ما اینجا. یه سیسه عقاب بگیر پا میدون پدرام. سیسه 1060. مسخره تو هم. بگیر یه سیسه عقاب. آه سالمی. اینجا یه غرفه است اسم واو واک آف واین. شراب تحویلت میدن رنگ صورتی. آخه بی ناموس وسط ویدیو با سنت. بوی قلیون و چوب و این چیزا با هم میاد. قشنگ حس و حال شمال و چالوس داره الان. یه بوی چوب سوخته میاد خیلی دوست دارم. از این کارناوالا تقریبا هر مثلا چند ماه یه بار مثلا تو تابستون که هوا خوب میشه میذارن کنار دریاچه. جالبه باحاله. ولی بعضی اوقات هم ممکنه مسموم شی. من خودم تجربه بد دارم اینجا. بریم ادامه‌شو ببینیم. سگ عجب منظری. اینقدر زمستون مزخرفه اصلا. اینجا همه خشکه، ابره، اصلا تو هیچی نمیتونی ببینی. این کوها پشتش میشه سوئیس. بیا قازو بگیر. به نظر شما بهترین برگر لکو همینیه که اینجا میفروشن؟ قطعا نه. کجاست پس؟ شمراک آیریش پاب. نظر تو چیه؟ شمراک همون کافه ایرلندیه که میخوایم بریم و اینجا قیمتش 2 برابر اونه چون مثلا موقته، ولی خب اون اصلا یه چیز دیگه است. آره اون واقعا خیلی کیفیتش هم بالاتر تضمین شده است. امتحانشو پس داده. پس میریم شمراک. نظرته؟ قطعا آره. فقط آماده سورپرایز من هستید؟ هستیم.
اصلا به نظر آماده نیستید. بریم. او آقا پدرام بیا اینجا کارت دارم. اینو بگیر. ما اینجا چند تا اکت و چیز و چند تا اکتی رو باید امتحان کنیم اینجا. تو برنامه‌های من اینجا شلوغ نبود. جزء شلوغ ترین تایمشه الان. این مثلا شلوغ اینجا خودم هم آمادگی همچین روز شلوغی رو نداشتم، ولی خب دیگه کاری که شده. حالا شما اینو واکن، باید یه سری اکتایی رو انجام بده. آبرو دارم تو این شلاشی. اینو بذار سرت. یه نکته خیلی جذاب و بامزه، یه نکته خیلی جذاب و بامزه داره. آها عالیه، یعنی عالی. حالا فرض کن تو خیابون خیلی جدی تو یه آدمی هستی، من ازت اومدم یه آدرس پرسیدم، خب آدرس بپرسم، تو باید به کمک اینا به من آدرس بدی. باید بگی آره اول میری این ور، بعد میپیچید بعد 200 متر اون ور. خیلی جدی ازت میام یه آدرسی میپرسم، آدرس بده. اوکیه؟ نه خب ببخشید من میخوام برم میدون منزونی، چه جوری باید بریم؟ شما اول مستقیم میری، بعد میپیچی راست، خب بعد 2 تا 4 را که رد کردی میپیچی چپ. سریدهای زیبای آقای نیک. احساسات وجودمو خیلی فرا گرفته وقتی دیدمش. تو فرض کن خیلی جدی سر یه چهارراه وایسادی داری به ماشینا آدرس میدی، مثلا میگی آره به این ور به این ور، فقط مثل پلیس. آره از گوشات ولی استفاده کن. رقص خرگوشی بهش میگن. ما داریم میریم به سمت بار ایرلندی به همراه امیر و نیک. گشنته؟ زیاد. گشنته؟ من آره تو چی؟ گشنمه. لحظه موعود رسید. خب الان توی بار ایرلندی هستیم. بعد ایرلندی ها کلا خیلی فاز گرمی دارن و الان فوتبال هم داره پخش میشه اون پشت. اینجا کلا خیلی عشق فوتبالن و میخوایم که برگر بخوریم الان. الان خب خیلی یه موقعیت آکوارد و عجیبی بود تو خیابون داشتیم. موقع سفارش غذا هم شده تا حالا سوتی بدید چیزی بگید، یه تاپیک که یه مکالمه عجیب غریبی با گارسون داشته باشید. بله من الان یادم نیست، من باید یه ذره فکر کنم. من یه بار جوونیام اومدم اینجا. مثل دلستر ها. آره اومدم دلستر سفارش بدم، بعد گفتن لطفا نی هم بذار. یادمه یارو واقعا یه لحظه گیر کرد، گفت چی؟ بعد دادم گفت نی، گفت آخه با این نی نمیخوان. منم مطمئنا از این سوتی ها خوراکمه، ولی الان چی یادم بیاد. و یه گفتم یه چالشی هم باشون دارم که من میگم برگر، یارو اصلاح هم میکنه میگه بورگر. این همیشه این تیکه مکالمه خیلی کرینجه. ولی اون گوش خرگوشی اگه الان بذاری برگر تو باش سفارش بدی، من برگر و نوشیدنی تو حساب میکنم. هر کدومتون حساب میکنیم.
اصلا حرکت جالبی نبود. یعنی اینکه تو یه کلاه خرگوش بذاری فشارش بدی بلند شه و بعد خیلی جدی سفارش بدی قشنگ نبود واقعا و ورزشی نبود حرکت. پدرام به نظرم یه ذره توش کرد چون واسه یارو توضیح داد و یارو هول شد گفت یعنی منم باید کاری کنم. اگه توضیح نمیداد خیلی قشنگ‌تر میشد. این دفعه هم وقتی داشتیم سفارش میدادیم و گفتیم برگر یارو اصلاح کرد و گفت بورگر. خلاصه امیدواریم لذت برده باشید از این ولاگ ما، از این بار ایلندی. این کلام آخر آقا پدرام. من آقا پدرامو کوفت 1000 بار گفتم من اینجوری صدا نکن و اینکه امیدواریم لذت برده باشین از این ولاگ. خلاصه این فرصتی که پدرامو خرگوشی ببینید هر جای گیرتون نمیاد و نبایدم بیاد. تجربه جالبی بود. نه ایشالله تو قسمت بعدی میبینیمتون. فعلا خدافظ.